سلام. شب آرام آرام چتر مخملیش را بر سر دنیا گسترانده است. ماه چون فانوسی نور کمسویش را بر زمین میتاباند و ستاره ها همچون نگین های درخشان در دل آسمان چشمک میزنند. انگار هر کدام قصه‌ای نهفته در دل خود دارند، قصه‌ای که تنها شب از آن باخبر است. اکنون لحظه‌ای برای آرام گرفتن و رها کردن روز است. چشمانتان را ببندید، نفس عمیقی بکشید و آماده شوید برای سفری به سرزمین رویاها، جایی که مرز بین خیال و واقعیت رنگ می‌بازد، جایی که در آن هر ناممکنی به ممکن تبدیل می‌شود. اینجا دنیای جادو است، دنیای قصه ها. آیا آماده اید که وارد این ماجراجویی شگفت‌انگیز شوید؟ پس بیایید پرده داستان امشب را کنار بزنیم. نام داستان امشب هست شنل قرمزی و گرگ بدجنس. روزی روزگاری در دهکده‌ای زیبا دختری مهربان و دوست داشتنی به نام لیسا زندگی می‌کرد. او همیشه یک شنل قرمز که مادر بزرگش آن را برایش دوخته بود بر تن داشت. به همین دلیل اهالی دهکده او را شنل قرمزی صدا می‌زدند. یک روز مادر شنل قرمزی او را صدا زد و گفت: دخترم، من مقداری غذا و دارو برای مادر بزرگت آماده کردم. او بیمار است و به کمک نیاز دارد. به خانه مادر بزرگت برو و اینها را به او بده. فقط حواست باشد که از جاده اصلی خارج نشوی و با غریبه ها هم صحبت نکنی. شنل قرمزی که عاشق مادر بزرگش بود با خوشحالی سبد غذا و داروها را برداشت و گفت: چشم، قول می دهم که مراقب باشم. او با شور و اشتیاق به راه افتاد. در آن روز جنگل بسیار زیبا بود. پرنده ها آواز می خواندند. نسیم ملایمی می وزید و گلهای رنگارنگ در میان درختان می درخشیدند. شنل قرمزی محو تماشای مناظر جنگل شده بود که ناگهان از پشت سرش صدایی شنید. یک گرگ خاکستری از پشت درختی بیرون پرید و راه شنل قرمزی را سد کرد. او چشمانی درخشان و نگاهی مرموز داشت. گرگ با صدایی آرام و مهربان پرسید: سلام، با این عجله کجا می روی؟ شنل قرمزی یاد حرف مادرش افتاد که نباید با غریبه ها صحبت کند. اما فضای سحرآمیز جنگل و ظاهر فریبنده گرگ حس کنجکاوی او را برانگیخته بودند. شنل قرمزی مکث کوتاهی کرد، ولی در نهایت جواب گرگ را داد: برای مادر بزرگم غذا میبرم. او بیمار است و در کلبه‌ای کوچک آن طرف جنگل زندگی می کند. چشمان گرگ از خوشحالی برق زد. او لبخندی زد و با لحنی فریبنده گفت: چه نوه مهربانی، اما چرا اینقدر عجله داری؟ این جنگل پر از گل‌های زیباست. اگر برای مادر بزرگت چند شاخ گل بچینی، حتما خوشحال خواهد شد. شنل قرمزی به فکر فرو رفت. گرگ درست میگفت. مادر بزرگش عاشق گل‌های وحشی بود. پس تصمیم گرفت کمی از مسیر اصلی خارج شود تا چند شاخ گل برای مادر بزرگش بچیند. همین که شنل قرمزی سرگرم چیدن گل‌ها شد، گرگ بدجنس آماده حمله به او شد. اما ناگهان صدای مردم دهکده که گاهی از آن اطراف عبور می‌کردند را شنید. گرگ متوجه شد که در جنگل نمی‌تواند به شنل قرمزی حمله کند. بنابراین تصمیمش را تغییر داد و به سرعت از راه میانبر خودش را به کلبه مادر بزرگ رساند. وقتی گرگ به کلبه رسید، آهسته در زد. مادر بزرگ که بیمار و ضعیف بود، پرسید: چه کسی پشت در است؟ گرگ صدایش را نازک کرد و گفت: منم، شنل قرمزی. برایت غذا و دارو آوردم. مادر بزرگ با خوشحالی در را باز کرد، اما ناگهان گرگ حیله‌گر به داخل پرید. او مادر بزرگ را در کمدی حبس کرد و خودش لباسهای او را پوشید. سپس کلاه خواب مادر بزرگ را بر سر گذاشت و پتو روی خودش کشید. سپس منتظر ماند تا شنل قرمزی از راه برسد. چند دقیقه بعد شنل قرمزی با یک دسته گل زیبا به همراه سبد غذا و دارو به کلبه رسید. در زد و صدایی نازک از داخل کلبه شنید: بیا تو عزیزم، در باز است. شنل قرمزی وارد کلبه شد، اما به محض ورود از ظاهر عجیب مادر بزرگش تعجب کرد. او کمی جلوتر رفت و با تعجب پرسید:
مادر بزرگ، چرا گوشهایت اینقدر بزرگ شده؟ گرگ که خودش را زیر پتو پنهان کرده بود، جواب داد: برای اینکه بهتر صدایت را بشنوم، عزیزم. شنل قرمزی اخم کرد و گفت: ولی چرا چشمانت اینقدر بزرگ شده؟ گرگ لبخندی شیطانی زد و گفت: برای اینکه بهتر تو را ببینم. شنل قرمزی کمی عقب رفت و با ترس گفت: وای، چه دندانهای بزرگی داری. ناگهان گرگ از تخت بیرون پرید و فریاد زد: برای اینکه بهتر تو را بخورم. شنل قرمزی جیغ بلندی کشید و سعی کرد فرار کند، اما گرگ بدجنس راهش را سد کرد. درست در همین لحظه یک شکارچی شجاع که در نزدیکی کلبه بود صدای جیغ او را شنید. شکارچی با سرعت به سمت کلبه دوید و در را باز کرد. وقتی گرگ را دید فریاد زد: ای گرگ هیله‌گر، چه کار داری می‌کنی؟ گرگ به شدت ترسید و فرار کرد. شکارچی هم به دنبال او دوید. شنل قرمزی از ترس می‌لرزید و به دنبال مادر بزرگش می‌گشت. بعد از مدتی بالاخره مادر بزرگش را که در کمد زندانی شده بود پیدا کرد و او را آزاد کرد. مادر بزرگ نفس راحتی کشید و گفت: متشکرم که من را نجات دادی. شنل قرمزی با شرمندگی به مادر بزرگش نگاه کرد و گفت: تقصیر من بود. من به حرف مادرم گوش نکردم. دیگر هیچ وقت به غریبه ها اعتماد نمی کنم. مادر بزرگ مهربانانه لبخندی زد و او را در آغوش گرفت. بعد از چند لحظه شکارچی در حالی که توانسته بود گرگ بدجنس را فراری دهد از راه رسید. او به شنل قرمزی نگاه کرد و گفت: مهم این است که سالمی، اما یادت باشد که هیچ وقت نباید با غریبه ها حرف بزنی. بعد از این ماجرا شنل قرمزی، مادر بزرگ و شکارچی دور هم نشستند و از خوراکی هایی که در سبد بود خوردند. گرگ بدجنس هم به اعماق جنگل فرار کرد و دیگر هرگز در آن نزدیکی ها دیده نشد. ماجراجویی امشب هم به پایان رسید، اما قصه ها هیچگاه تمام نمی شوند، بلکه در گوشه ای از خیال منتظرند تا دوباره جان بگیرند. عزیزان من، امیدوارم لحظاتی سرشار از شادی، هیجان و خیال را با این داستان سپری کرده باشید. اکنون با آرامش در آغوش شب فرو روید و بگذارید رویاهایتان شما را به سوی فردایی پر از لبخند و ماجرا ببرند. شبتان پر از آرامش و رویاهای دلنشین. شب بخیر.